ببین عشق داداش، خیلی‌ها فکر میکنن که نمیشه با شورت ویدیو به درآمد رسید و بازدید شورتشون روی 1000 تا 2000 تا گیر میکنه و تکون نمیخوره. اما خیلی هم هستن با چند تا شورت ویدیو به میلیون ها بازدید میرسن و شرایط رو تکمیل میکنن و کسب درآمد میکنن. ببین عزیز، وقتی ویدیوت رو آپلود میکنی بین 2 تا 8 ساعت یوتیوب میاد اول به چند صد نفر نشونش میده ویدیوت رو. اگه نشون نداد بی خیالش رو، ولی پاکش نکن، بذارش کنار، برو سراغ ویدیو بعدیت. مثلا میاد به 500 نفر نشون میده. اگه از اون 500 نفر 400 نفر ویدیو رو کامل ببینن، یوتیوب میاد به 500 نفر دیگه هم پیشنهادش میده. اگه بازم 400 نفر خورد یا بیشترش، همینطوری میاد به 10,000 نفر، بعد 100,000 نفر، بعد 1 میلیون و بعد چند میلیون نفر دیگه نشون میده و همین روند ادامه پیدا میکنه. ببین گلم، چیزی که برای الگوریتم شورت ویدیو مهمه مدت زمان دیده شدن ویدیوته. اگه ویدیوت رو سریع رد بکنن برن، باختی. تو باید بنا رو بر این پایه بذاری که ویدیو طوری باشه که مخاطب مجبور باشه تا آخر ویدیوت رو ببینه. بیا یه مثال برات بزنم. فرض کن 2 تا شورت ویدیو داری که هر دوی اونا 1000 بازدید دارن. یکیشون 45% دیده شده، یکیشون هم 90%. به نظرت کدوم شانس وایرال شدن داره و میتونه تو رو به درآمد برسونه؟ ببین عشق داداش، فرمول شورت ویدیو خیلی آسونه. اول یه قلاب 2-3 ثانیه‌ای براش میزنی که مطلب کنجکاو کننده و سوالیت رو توی همون 2-3 ثانیه میگی. بعد بقیه ویدیوت رو بهش اضافه میکنی. ببین برادرم یا خواهرم، راست و پوسکنده، بدون پس پرده، پشت پرده یا هیچ دروغی بهت بگم، 99% شورت ویدیوهایی که وایرال نمیشن قلاب ندارن. قلاب ضامن وایرال شدن ویدیوته. وقتی قلاب نباشه وایرال شدنی هم در کار نیست. به کانالم یه سری بزن، در موردش ویدیو ساختم، چند ماه جلو میافتی. راستی لایک یادت نره. اگه سوالی هم داشتی تو کامنت ها بپرس، بهت جواب میدم. مهمترین اشتباهی که میای اول ویدیوت میکنی در مورد قلاب اینه که یه چیز خسته کننده میذاری، یه چیز طولانی میذاری، در حالی که خلاصه ویدیوت باید اول ویدیوت باشه، جذاب باشه، مخاطب حاضر بشه چند ثانیه وقت بذاره تا آخر ویدیوت رو ببینه، 2 بار ببینه، 3 بار ببینه، سابسکرایبت کنه، حتی ویدیوهای بعدیت هم ببینه. باید جذاب باشه، میفهمی؟ سوالی باشه. موضوع بعدی برنامه انتشار و آپلود هستش. حتما روزی بین 3 تا 6 ویدیو آپلود بکن تا بازدید بگیری. موضوع بعدی اینه که یوتیوب فقط یکی از شورت ویدیوها یا لانگ ویدیوهات رو بررسی نمیکنه. یوتیوب کل ویدیوهات رو بررسی میکنه، کل کانالت رو بررسی میکنه تا وقتی مردم از یکی از ویدیوهات خوششون اومد بیاد اونو وایرال بکنه. وایرال شدن اون ویدیو باعث میشه که ویدیوهای بعدی هم وایرال بشن. پس روی کیفیت حتما کار کن. ببین گلم، شورت ویدیویی که این هفته گذاشتی و وایرال نشده دلیل بر این نیست که اونطوری میمونه. ممکنه بعداً وایرال بشه و این بستگی به شانست داره. و عشق داداش، ببین اگه بیشتر از 150 تا شورت ویدیو آپلود کردی و بیش از 50 روزه که داری روی اون کانال شورت ویدیو آپلود میکنی، اون کانال رو ولش بکن. اون کانال مرده. اگه قرار بر وایرال شدن بود همون روزای اول وایرال میشد. و روی موضوع دیگه تمرکز بکن. وقتت رو هدر نده. و گلم یادت باشه فقط شروع قلاب مهم نیست، ادامه ویدیوت هم باید جذاب باشه تا مخاطب بمونه. شورت ویدیو موفقه که همراه بازدید گرفتن برات لایک و کامنت هم بیاره. و یادت باشه تعداد آپلود اونقدر مهم نیست و بیشتر روی کیفیت محتوا وقت بذار. و در آخرم اگه میخوای واقعا از یوتیوب درآمد داشته باشی و یوتیوب شروع بکنی، اول تمام قوانینش رو یاد بگیر تا چند ماه جلو بیفتی و تلاش الکی نکنی، وقتت هم هدر نره. و اگه دنبال قوانین یوتیوب هم هستی حتما به کانالم یه سری بزن. اگه میخوای گمان نکنی حتما سابسکرایب بکن، لایک یادت نره. اگه سوالی هم داشتی تو کامنت ها بپرس. فعلا